امیدوارم که خوب هستین استاد جای یک سوال داشتم جواب میگفتین استاد. سوال اول استاد همین که خیلی که ما فهمیدیم استاد ویتر اگر 3 رکعت نیت کرده خوندیم استاد در دوم رکعت تشهد خوندن ممکن نیست استاد همین خیلی بعد همون 3 رکعت تشهد خونیم تمام. بله این دویومین وقتی که ما تراویح گپ زنه وقتی که تراویح میریم استاد در اونجا استاد 3 رکعت نیت میکنن استاد در دوم رکعت تشهد میخونن اتحیات استاد بعد در سوم میخونن استاد. در این حالت ما چیکار میکنیم استاد؟ امام اقتدا میکنید یعنی این در مذهب حنفی هست نمازتون درست است. اگرچه پیامبر صلی الله علیه و سلم این خیلی نمیخونده. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر ویتر خوانن یا 2 رکعت علاهیده خونده سلام داده بعد 1 رکعت میخوندن یا 3 رکعت پای در هم میخوندن و در دوم رکعت به اتحیات نمی نشستن. لیکن اگر طبق گفته مذهب امام ابو حنیفه هم کار کنید نمازتان درست است. الله تعالی اعلم.